خب درود، یک روز معمولی فصل بهار و این پرتابگاه‌ها یکی از کوچه‌های دوشنبه. من انتظار نبودم اینا، جدی میگم، من اینا انتظار نبودم. البته که یک پارالته بیش نیست، ولی آورده در قوطی پرتافتن. واقعا نمیدونم، از روی وجدان، عدالت، انصاف نیست. اینا خیب نپندارین، جدی میگم. وقتی که پسته پرتوف مینا دیدم، حتما خواستم با خودم بگیرمش. من در دمی درم دارم یک تا از این و این دویمش میشد. درود به او عزیزی که اینا به من هدیه کرد، ولی واقعا وجدان نداشت از هر کسی که آورده دارم قوطی پرتافت. زنده بود تاجیکستان، زنده بود عدالت اجتماعی. بعد از 2 روزه که ما پرچم یافته بودیم و اینم پرچم سربلند کشور و ما هم آوردیم این پرچم در این گوشه اتاق کاریمون جا کردیم که وعده میتیم که تا هر وقتی که امکان و شرایط و خواهش دارم این پرچم با خودم در زندگی میگردونم. من یک عادت دارم که به خارج کشور رفتم حتما با خودم پرچم میبرم. اکنون این پرچم همراه من میره دیگه، دایم به خارج کشور. خدا کند که سفرها همین باشند. احتیاط کنین. زنده باد تاجیکستان و عدالت اجتماعی.